به نام خدا. سلام، آریا حسنزاده هستم و میخوام بهتون دو تا پروژه نشون بدم که البته یکیش مربوط به پنل ادمین هست که مرتبط با همین پروژه هست که شما روی صفحه دارید میبینید، و دو تا پروژه ریاکتی که البته در این پروژه ما سعی کردیم از فیچرها و پکیج‌های مختلف و متنوع استفاده کنیم که از هوش مصنوعی هم ما استفاده کردیم در این پروژه و با توجه به API چند لایه‌مون و پراکنده و بزرگ اون ما دسترسی‌هایی به شدت زیادی هم در پنل ادمین و هم در پروژه اصلی دادیم که حالا جلوتر بهش میرسیم. خب ما اینجا سعی می‌کنیم در شروع یه توضیح بدم که ما از چه پکیج‌هایی استفاده کردیم که مهمترینش ریاکت کوری و ریداکس تولکیت هست که در ریاکت کوری از میوتیشن و بقیه فیچرهای ریاکت کوری استفاده کردیم که به نظرم مهمتریناش بود. حالا در صفحه لندینگ ما از پکیج‌های هوش مصنوعی هم استفاده کردیم که در ادامه نشون خواهیم داد و از زبان‌های مختلفی که ساپورت میکنه پروژه‌مون هم استفاده کردیم. چت جی پی تی داریم برای خاص خود پروژه و مدل دارک مود، ریسپانسیو و خیلی چیز دیگه. حالا برای شروع من از بالا به پایین نشون میدم که ما از انیمیشن‌های مختلفی استفاده کردیم برای پروژه‌مون، مثل فریم موشن. برای اسلایدر هم از جک اسلیک استفاده کردیم. دارک مودش هم به این صورت هست که میبینید و همینطور از تم‌های مختلف دیگه استفاده کردیم، مثلا تم بنفش، تم زرد و آبی و همینطور دارک مود. حالا من برمیگردم به دیفالت. زبان‌های مختلفی رو هم ما استفاده کردیم، زبان انگلیسی، اسپانیایی، ترکی و فارسی. حالا در قسمت سرچ بار ما از دو تا حالت مختلف استفاده کردیم، جستجو در دوره‌ها و جستجو در اخبار مقالات. حالا با توجه به نیاز API مون این دسته‌بندی صورت گرفته. مثلا جستجو در دوره‌ها رو که شما انجام بدید، اینجا میتونید از دوره‌هاتون از همینجا میتونید وارد دیتیلش هم بشید. همینطور اخبار و مقالات. حالا بریم سراغ هوش مصنوعیمون. حالا چون هوش مصنوعی که استفاده کردیم از فایرفاکس پشتیبانی نمیکنه، من توی گوگل کروم براتون اینو نمایش میدم. نظرم دسترسی صدا رو بهش بدم. خب آرتیکل، کورس، دارک، دارک، دارک. خب این از این. برمیگردیم به پروژه اصلی. دیدید که به صفحه‌های مختلف هست و مدل دارک و لایتش هم تغییر داد. حالا ما اینجا از چت جی پی تی هم استفاده کردیم، یعنی شما هر سوالی رو دلتون بخواد میتونید ازش بپرسین و بهتون جواب میده. و بگم که حالا اصل کار فیچرامون اینطوریه که ما دو تا فیچر زدیم که البته مهمترینش که مربوط به مراحل بعد لاگینه رو که ما لو زدیم که حالا در ادامه براتون توضیح خواهم داد. و قبلش ما بهتره وارد صفحات دیگه بشیم و برای متدها و سناریوها رو براتون پیاده سازی بکنیم. قبلش هم من ریسپانسیو رو هم بهتون نشون بدم. اینجا میبینید ما از ریسپانسیو استفاده کردیم. خیلی خوب. وارد صفحه دوره ها میشیم. ما اینجا میتونیم حالا هر دوره که خواستیم سرچ کنیم. مثلا من دوره‌ای که خودم از قبل ساختم و خودم اینجا میارم. اینجا ما از پکیج ریاکت پارالاکس استفاده کردیم برای حالت 3D بودن کاردامون که ویو دو حالته هم داره. توی ویو دو حالتش هم اینجا نمایش دادیم اینا رو. حالا قابلیت ریت داره و اضافه کردن به سبد خرید و خیلی متد دیگه که در ادامه در موردش صحبت خواهیم کرد و حالا وارد دیتیل شدیم تکمیل‌تر توضیح خواهیم داد که چه اتفاقاتی افتاده. اینجا ما فیلتر رو داریم.
صورت متوسط زفانجین و اساس رنج قیمت هم برداریم. فیلتر رو شد. خب وارد اخبار مقالات میشیم که اینجا ما از توتیب استفاده کردیم برای فیلتر کردنمون. قابلیت سورت رو داریم که دسته بندی میکنه و پیجینیشن و همینطور از مطالب پیشنهادی پادکست ها و مربوطه دوره ها اینجا استفاده کردیم. خب ما برای صفحه نات فاوند پروژمون اومدیم از گیم استفاده کردیم. یعنی اومدیم وقتی شما مثلا وارد صفحه تماس با ما میشین که مثلا نات فاوند، ما اینجا از این علم فیزیک هم اینجا استفاده کردیم. البته از این گیم استفاده کردیم که شما رو مثلا این کلیک کنین بازی استارت میخوره و شما از این موانع حالا بپرید. خب وارد صفحه دیتیل بشیم. این سری مسائل من توضیح بدم. برای مثال همین دوره مثلا خب به صورت قبل از اینکه شما حالا لاگین بکنید نباید بتونید خیلی کارا رو انجام بدید. برای مثال شما وقتی میخواین چیزی رو لایک و دیسلایک بکنید بتونید الرتون میده که تو بهتره وارد حساب کاربریتون بشین، یا بخواید کامنت رو بذارین بهتون میگه که بهتره ابتدا وارد حساب کاربری بشین. حالا بقیه مسائل هم هست که ما اینجا کامنت ها رو میبینیم که لایک و دیسلایکش هست و بقیه چیزام که اینجا میبینید. اینجا حالا فیلم های مربوط به همون دوره هم ما اینجا داریم که نیاز به حالا فیلتر شکن داره که اینجا به یوتیوب بس میشه و فیلم مربوط به همون دوره هم براتون میاره و بقیه متدایی که اینجاست. حالا بهتره ما برای شروع لاگین کنیم تا من بقیه مراحل رو هم براتون توضیح بدم که چه اتفاقاتی میفته. قبلترش هم بهتره وارد دیتیل اخبار مقالات هم بشیم که ما اینجا قابلیت ریت رو هم داریم و حالا کامنت که اینجا نظر فعال وجود نداره و خیلی چیزای دیگه. خب حالا من قبل اینکه حالا این مرحله ثبت نام و اینا رو که انجام میشه رو ما نشونتون بدیم، من بهتره که اول زودتر لاگین بکنیم تا به پروژه برسیم. قبل از لاگین یه توضیحاتی بدم. ما 2 مرحله فیچر پیاده سازی کردیم. یکی تست کپچر که فاز امنیتی داره و نشون میده که آیا مثلا شما ربات هستی یا نه. ما 2 تا سوال در نظر گرفتیم. 2 سوال ساده که اگه حالا درست جواب ندادین یه سوال حالا مثلا اضافه میشه، ولی اینطوری که تا 4 تا سوال دیگه، یعنی نهایتش تا 4 تا سوال و اگه غلط جواب بدین نمیتونید وارد شید. حالا من سعی میکنم اینو درست جواب بدن، فرضاً اینم غلط جواب میدم که یه سوال اضافه بشه و اینم که درست مثلا جواب میدم. حالا با یه اکانتی هم من انتخاب میکنم، وارد میشم. خب این بخش وارد شدیم. در مورد این بخش توضیح بدم. نکنید تنظیمات سایت خود رو تکمیل کنید. اینجا به این صورته که ما قبل از اینکه اصلا شما بخواید وارد پروژه بشین و خیلی از حالا تنظیمات سایت رو بخواید تغییر بدین، دیگه نمیدونم بخواید برین سرچ کنین، فیلتر کنین، یه دوره‌ای رو که مثلا دلتون میخواد انتخاب بکنین، در حال این پروسه زمانگیریه. مثلا شما بخواید برید حالا سرچ کنید، برید تو دیتیل یکی از اون دوره‌ها بگردید، مثلا اون حالا بخواید پیدا بکنید، شاید مثلا حتی پیدا هم نکنید بعد از اون همه، چون تعداد دوره‌ها مثلا زیاده و بخیره این قضیه. ما اینجا یه فیچری رو ما با توجه به دسترسی که به API داشتیم خیلی ساده لو زدیم کدشون، یا مثلا پکیج خاصی هم استفاده نکردیم. اومدیم و به این صورت که با استفاده از ریداکس و سیو تمام اطلاعات و داده ها در لوکال استوریج اومدیم به تمام API هامون دسترسی پیدا کردیم و اومدیم مثلا به API فیلتر دوره ها و اخبار دسترسی پیدا کردیم و از نوع مثلا کورس تایپش یا کورس لولش یا هر مدل دیگه‌ای هست یه دسته‌بندی رو صورت دادیم و یه پیشنهادات رو ارائه کردیم به کاربر که به شدت نزدیک هست به همون چیزایی که کاربر دنبالشه. مثلا ما سطح یه دوره استادش یا لولش یا هر چیز دیگه‌ای رو با توجه به سوالاتی که می‌پرسیم و نیاز API مون هست پیشنهاد میدیم به کاربر و کاربر با توجه به اونها انتخابایی میکنه و اونها یه جوری عملیات همون فیلتر رو انجام میده، اما خیلی دقیق‌تر و منظم‌تر و دقیقاً چیزایی رو پیشنهاد میده به کاربر که دقیقاً همون چیزایی که نزدیک به خواسته کاربر. برای مثال حالا قبلش هم ما یه سری تنظیمات رو
پروژه رو هم در اختیار کاربر گذاشتیم که بتونه از همینجا هم بتونه خیلی کار رو انجام بده. اینجا حالا ما وارد اون مرحله مهم میشیم که من میتونم اینجا مثلا بک‌اند رو کدوم حوزه توسعه رو بیشتر میپسندیم، مثلا بک‌اند چه موضوعاتی رو بیشتر میپسندیم، مطالب آموزشی در چه سطحی هستیم، مثلا متوسط. حالا که من لاگین کردم توی قسمت پیشنهادات ما که برم، شما میبینید که یه سری دوره ها و اخباری رو براتون میاره که دقیقا میگه مثلا شاید بیشتر شما دوست داشته باشین یا مطلبی شاید بیشتر دوست داشته باشین با توجه به سطح شما. یعنی دقیقا نزدیک است به همون چیزایی که شما ما فرض میکنیم که نیاز دارین. خب بریم وارد صفحه پنل دانشجو بشیم، اونجا یه توضیحاتی رو بدیم، برگردیم و وارد دیتیل بشیم و سناریوها رو پیاده سازی بکنیم که بسیار مرتبط به پنل ادمین. خب این وارد پنل دانشجو میشیم. اینجا مینی دیتا هایی هستش که ما نمایش گذاشتیم. اطلاعات کاربری کاربر رو داریم که میتونیم ویرایشش بکنیم. اینجا میبینید مپ رو داریم و عکس‌ها. تا اینجا حالا عکس‌های مختلفی میشه انتخاب کرد. ما اینجا از وبکم هم استفاده کردیم، اینطوری شما در لحظه میتونید از خود تصویر برداری کنید. حالا من تصویر اینجا باز نمی‌کنم. خب اینجا وارد مثل دوره‌های من میشیم که چگونه دوره‌های من چگونه اینجا یه دوره بهش اضافه میشه، به این صورتی که شما اول باید یه دوره رزرو کنید که ما این کار رو انجام میدیم و بعد میای توسط ادمین باید تایید بشه و بعد از اینکه تایید شد به این صورتی که شما میتونید پرداخت کنید. پرداختی که تکمیل کردی دوباره اون پرداختی که تکمیل شد بعد دوباره تایید بشه و بعد از اینکه تایید شد وارد لیست دوره‌های من میشه که شما میبینید اینجا مثلا این دوره آریا قبلا تایید شده، پرداختش این پرداخت انجام داد، تایید شده توسط ادمین و وارد لیست دوره‌های من شد. دوره‌های رزرو شده رو داریم که البته بگم تمام اینا قابلیت سرچ رو هم داره، قابلیت پیجینشنش هم برقرار هست. دیدگاه‌های من رو داریم برای هر دوره. دوره‌های مورد علاقه هم اینجا هست. اخبار مورد علاقه رو داریم. تنظیمات امنیتی رو داریم، شما میتونید اینجا رمزتون رو تغییر بدین. تایید دو مرحله‌ای، ورود دو مرحله‌ای رو ما داریم که اینجا تا تیکش بخوره ما وارد پیام برامون میاد و دوباره لاگین میشیم. بازدهی ایمیل رو داریم. و خب حالا ما الان اینجا مثلا دوره رزرو شده اینجا باشه، ما وارد صفحه دوره ها میشیم. مثلا من اینجا دوره رو مثلا اینو من انتخاب کنم فرضاً. خب اینجا ما از پکیج اسکلتون هم استفاده کردیم برای لودینگش، میتونیم ببینیم. خب الان این هم ضعیف هست. خب ما اینو به لیست علاقه‌مندیامون اضافه میکنیم، لایکش هم انجام میدیم، میبینید که لایکش انجام شد. حالا چون ما الان اون کاربری که من باشه باشم خودش ادمین هست، یعنی یوزر که من استفاده کردم خودش یوزر ادمین، حالا اینجا دیدگاه کامنتی که ما میذاریم خودش درجا میاد، ولی خب دیفالتش به این صورت که اگه شما حالا ادمین نباشی وارد چی باید اون نظرتون باید توسط ادمین تایید بشه که اینجا بیاد. من اینو میذارم. بله خب نظرم گذاشتیم. خیلی نظرم زیاد هست. خب تا تهش بریم زمان بره، من حالا بقیه چیزا رو نشونتون بدم و ما این دوره رو رزرو میکنیم. خب این دوره به رزرو ما اضافه میشه. حالا ما بریم توی مثلا پنل دانشجو، این دوره رزرو شده، من سرچ بکنم. بله میبینید که اینجا هست و این باید حالا تایید بشه و بعدش پرداختش صورت بگیره و وارد دوره‌های من بشه. حالا من میرم و در پنل ادمین وارد میشم اول و در مورد پنل ادمین هم کامل همه جزئیاتش رو توضیح میدم. فعلا من دورم رو خب اینجاست که از قبل حالا یکیش مثل اینکه تایید شده، یعنی اینجا دسترسی رو باز میکنیم، تست رو میزنیم و اون خودش تایید میشه. حالا چون این قبلا تاییدش انجام شده خطا میده. حالا برای مثال من حالا یه مورد دیگر رو اینجا تست میکنم. همین
بریم یکی دیگر رو همشون یکی. خب مثلا یعنی تاییدش انجام شد، این خوش برام حالا وارد پنل کاربر میشه. خب ما بریم الان ببینیم که این تاییدش هم انجام شد. حالا که ما اینجا تاییدش رو انجام دادیم، حالا از قبل این دوره حالا تاییدش انجام میشه، ما پرداختش رو انجام میدیم. 20000 همین تاریخ شما بگیرش، حالا زیاد مهم نیست. عکسی هم انتخاب کنیم مثلا همین. خب ما پرداختش رو انجام دادیم، حالا باید بریم دوباره در پنل ادمین توی لیست دوره ها بریم. حالا ما اینجا توی حالا بعد همین رو کامل توضیح خواهم داد که چه اتفاقاتی افتاده. ما اینجا لیست پرداخت‌ها رو داریم. اینجا می‌بینید که دقیقاً اینی که من اینجا دقیقاً 20000 می‌بینید که از اون ما یادتون باشه این حالا باید تاییدش صورت بگیره که تاییدش انجام شد و وارد لیست دوره‌های من میشه در ادامه. دقیقاً همون عکس و همون 20000 که من وارد کردم و در همین تاریخ 24/9/1403. خب که وارد لیست دوره‌های من میشه و حالا من اینجا رو همین که بگردم، حالا ما در ادامه یه سری توضیحاتی هم بدم وارد صفحه اصلی بشم. در مورد اینا هم بگم که اینا همشون مربوط به لایه‌های بعدی API ما هست. مثلا برای فرستادن رزومه که شما اینجا یه سری اطلاعات رو وارد میکنید و میره و در و ادمین میتونه توی پنل خودش رزومه که شما براش میفرستید رو نگاه بکنه و حالا یه تاییدی بکنه، ویرایشی هم میتونه خوش بکنه و خیلی چیزا. و اون تایید که کرد حالا شما بعداً رزومتون تایید میشه. خب الان توی اخبار مقالات هم دیتیلش بریم، یه سری سناریوها رو انجام بدیم، علاقه‌مندیامون اضافهش بکنیم، یه ریتی هم براش در نظر بگیریم. حالا فلان نت ضعیفه، این توستش هم اگه بیاد عملیات لایکش رو انجام میدیم. کامنت هم براش بذاریم. حالا یکم سرعت نت پایینه، این عملیات بخواد اجرا بشه یکم زمان بره. خب حالا تا اینا بخواد بیاد ما پنل ادمین رو قبلش دیتیل دوره هم توش تست بکنیم. سرعت نت خیلی پایینه. بله حالا بگذاریم ما وارد پنل ادمین میشیم. حالا یکم تا سرعت اینم اوکی بشه رفرش بکنید صفحه. خب دوباره ما تست میکنیم. خب اینه که خبر با منتقل از علاقمندی حذف شد. بعد عملیات موفق، لایک هم حذف شدش، رایت هم حالا انجام شد. خب اینم کامنتی که من از قبل براش گذاشتم. عذرخواهی میکنم بابت پایین بودن سرعت اینترنت. خب بریم سراغ پنل ادمین که به شدت اونجا ما سناریوهای مختلفی داریم و خیلی پرس پیچیده‌ایه. پروفایل ادمین رو ما داریم اینجا، کاربرای دیگر هم میتونیم نگاه بندازیم، میتونیم کامنت براش بذاریم و خیلی سناریوهای دیگه. از داشبورد شروع کنیم که می‌بینید یه سری مینی دیتا هایی هستن، هر کی وارد شه اسمش اینجا میاد و حالا داستان خاص خودش. اینجا ما قبلش ورود به حساب کاربری خودش رو داشتیم که تست کردیم. لیست کاربران رو ما داریم اینجا که میتونیم اینجا یه کاربر جدیدی هم بسازیم. حتما ما از ولیدیشن استفاده کردیم برای این کار و اینجا ما حالا بر اساس اینکه چه رولی رو دارن، مثلا رول ادمین دارن، رول کارمند ادمین، رول دستیار، رول استاد، وضعیتشون هم مثلا اونه که غیر فعالن میان
بر اساس زمان هم دسته‌بندی میشن. اول من همه رو میارم. همه اینا خوب قابلیت ویرایش دارن. بازم میگم ما اینجا از ولیدیشن هم استفاده کردیم. اینا همشون قابلیت میدونن که ما بهشون دسترسی‌های مختلف رو اضافه کنیم یا ازشون کم کنیم. وارد دیتیلشون میشیم. اینجا ما لیست رزروای هر کدوم این کاربر هر چیزی که رزرو کرده اینجا میاد. لیست دوره‌هایی رو هم که خریداری کرده میاد. میبینید که مثلا اون که خریداری کرده مال خودم. لیست نظرات دوره میاد. همینجا هم شما ببینید همینجا میتونه اگه در نظر تایید چیزی داره کاراشو انجام بده. البته خب این گروهی براش ساخته نشده، ما میتونیم حالا بعدا بریم گروه هم براش میسازیم. تو دیتیل دوره ها این کارا ما همه رو انجام میدیم. میتونیم نشون خواهیم داد که مثلا اونی که حالا دوره براش ساخته بشه چون گروه هم داره بعد از اون تایید شده، ما همین کارا رو براتون انجام میدیم. از همینجا هم وارد دیتیلاشون هم میتونیم بشیم. حالا دیتیل به شدت پروپیمونی داریم که دسترسی مختلفی داره. لیست نظرات دوره رو داریم، ما میتونیم همینجا بیایم تاییدش کنیم. اینی که تایید شد. میتونیم مثلا حالت تایید بودن رو برداریم. این تایید و تایید نکنید، مثلا شده 10,000 تایید دارم دوباره اینو برگردونم. خب اخبارم به همین صورته. شما اینجا میتونید ویرایشش کنید. این تایید و تایید نشدنش به این صورتی باعث میشه توی پروژه اصلی ما بتونیم اگه حالا کاربر مثلا کامنت رو میذاره، من بعدن حالا در لیست نظرات چون مثلا در لیست نظرات من فیلترش هم تایید نشده رو میارم. اینجا البته فیلتر هم داریم. مثلا کاربر یه نظری رو میذاره اینجا در پنل ادمین، حتی به شرطی اون کاربری که داره وارد میشه از طرف پروژه اصلی خودش ادمین نباشه. مثلا من خب الان ادمین بودم وارد شده بودم. کاربری که داره اونجا نظرشو میذاره کامنتش نشون داده نمیشه در دوره و بعد اون کامنتش میاد اینجا و من اونو مثلا اینجا تایید میکنم و بعد اینکه تایید بشه توی پروژه الان مثلا از تاییدیه رفت بیرون، از دنسو تاییدیه اون رفت بیرون و وارد تاییدش و این کامنتش اونجا توی پروژه اصلیش هم به نمایش در میاد. تایید و تکذیب شدنش به خاطر همین. خب اینجا میتونیم وارد این قسمت بشیم. یه ریپلای هم براش بذاریم. یه ریپلای هم براش گذاشتیم. صفحه ادمین ما وارد بخش دیتیل بشیم. ادامه توضیحاتم خب من دیتیل خب ادامه توضیحات فعل حال کافیه. زودتر بریم سراغ لیست بلاک ها. حالا اینکه این بلاک جزء علاقه‌مندیاش هست فعال غیر فعاله که من قبلا این دوره ها رو بازم ساختم. دسترسی مختلف هم میتونیم فعال یا غیر فعالش کنیم. مثلا همین زودتر حالا ویرایشش هم چک کنیم. اینم ویرایش مخصوص خودشه. اینجا وسط بازدیدشه که ما میتونیم همینجا میتونیم یک کاتگوری بسازیم. میتونیم دسترسی ها رو همینجا بهش بدیم. لیست نظرات شما اینجا داریم. لیست کاتگوری رو داریم. اینجا هم تعداد لایک ها، تعداد بازدیدها و اینا فعال غیر فعال. و اینا تولتیپ گذاشتم که کاربرم گیج نشه که حالا از کجا اومد. اینم پرو بازدیدترین اخبار. لیست کاتگوری هم براش جداگونه گذاشتیم. همینجا هم میتونه ویرایشش رو انجام بده. لیست دوره ها رو داریم ما اینجا که اینجا خیلی دسترسی زیاد داریم. بگم قبل از این توی خود اخبار مقالات هم ما ویوی دو حالت هم داریم. یعنی همینجا میتونه نظرات رو نظر بذاره، نظرات رو بازدید بکنه، ریپلای بزنه، هم میتونه ویرایش رو انجام بده. همینطور اینکه توی ویو حالت اولش هم اینجا سایت تیبل همیشه میتونه تست بکنه. وارد لیست دوره ها میشیم. بگم ما اینجا میتونیم دوره من این دوره رو حالا براتون میسازم. حالا یه دوره من میسازم که چک کنیم همه چی رو کامل. اینجا ما حالت سرچش که فعاله و ما اینجا میتونیم حالا دوباره دسترسی بدیم که الان فعاله. من میتونم بیام و غیر فعالش کنم. از همینجا داخل خود دیتیلش هم میشه اینو فعالش کرد و قابلیت های مختلف دیگه هم من بهش دادم. شما میتونید اینو در لیست حذف شده ها قرار بدید. میتونید از حالت حذف بازگردانیش کنید. میتونید منقضیش کنید. میتونید از حالت انقضا اونو برگردونید و خیلی کارهای دیگه. واقعا شما همینجا داخل خود تیبل هم میتونید همه کار بکنید و ما این اجازه و دسترسی بهش دادیم. میتونید حذفش کنید. از اینجا میتونید لیست پرداخت‌ها رو برید چک کنید. خود پرداخت‌ها رو تاییدش انجام بدید.
و از داخل خود پرداخت ما دیتیلشون هم داریم. شما از داخل خود پرداخت میتونید دیتیل پرداخت رو هم چک کنید، اطلاعات دقیق ترش رو. داخل خود دیتیل هم باز لیست پرداخت باز دوباره دقیق ترش اینجا هست. بعد دوباره میاد لیست اون کسایی که پرداخت کردن یا پرداخت نکردن رو هم ما اینجا میتونیم ببینیم، چه کسی پرداخت کردن چه کسی نکردن از اون دوره‌ای که قبلا رزرو شده و پرداختش حالا انجام شده یا نشده. خب ما برمیگردیم به صفحه قبل. دیدیم که چقدر این سناریوها رو ما پیچ در پیچ و تو در تو انجام دادیم و در همه بخش‌ها ما دسترسی دادیم، چه در دیتیل یوزرها، چه در خود دیتیل دوره‌ها، بلاگ‌ها، چه در خود تیبل‌ها و حتی در صفحات بعدی هم ما دسترسی‌هایی که برای این ساختمان‌ها، کلاس‌ها و بخش و وضعیت‌ها هست توی خود دیتیل هم دسترسی حتی ساختشون و تایید و تکذیبش و خیلی کار دیگه ما اونجا انجام دادیم. خب الان وارد یه دوره رو مثلا دوره خودم چون خیلی تکمیل‌تر و تمیزتر هستش میارم. خب فعالم که هست بازدیدشو میزنیم. خب هم من هستم. اینجا ما دسترسی رو خب فعال سازی و غیر فعال سازیش هم میبینم. غیر فعالش کردم، بهتره که فعالش کنم چون میخوام گروه یه چیزی بسازم بهتره. اینجا ساخت گروه رو میبینید که ما الان میتونم یک گروه هم یعنی براتون بسازم. یا ظرفیت مثلا 23 نفر. خب هم میبینید که اینجا اضافه شد بعد آریا 23 نفر. میتونم همینجا ویرایشش هم انجام بدم. CSS 33. خب تغییر کرد. میتونم حذفش کنم که من نمیخوام این کارو بکنم. و توی خود لیست گروه ها هم ما اینجا قابلیت حالا ویرایش و حذفش هم اینجا هم داریم حتی. و حالا بقیه چیزا که من در ادامه توضیح خواهم داد. اینقدر زیاد هست من سعی میکنم سریع بگم. حالا سعی میکنم دورایی رو براتون بسازم همینجا که با اینکه وقت نشون خیلی زیاده حجم کار. وارد لیست دوره بریم دورمون رو. خب ما میتونیم اینجا وضعیت رو تغییر بدیم. ما مدل های مختلف وضعیت داریم. من از وضعیت برای خودم ساختم، وضعیت آریا و اینجا وضعیت تغییر کرد. میتونم وضعیت سینا هستم رو هم تست کنم. بله اینجا ما از اینجا میتونیم وارد لیست پرداخت بشیم. اینجا میتونیم لینک اینجا ما مثلا لیست نظرات رو داریم. از همینجا میتونیم دوباره وارد این صفحه بشیم و کامنت بذاریم. این هم چک کردیم. خب مثلا اینکه سرعت نت پایینه ما رو خیلی جابجا میکنه. خب لیست نظرات ما اینجا داریم، لیست کاربران داریم. ما از همینجا میتونیم وارد صفحه کاربرا بشیم. این که اینجا وارد صفحه کاربر شدیم. از همینجا میتونیم به کاربر فعال و غیر فعالش تنظیم کنیم. حالا برای مثال ما میتونیم ویرایش کنیم یک کاربر رو. از همینجا ویرایش کاربر دیدید. نظراتش از همینجا میتونیم این نظر رو یک تنظیم تایید از همینجا لیست کاربران. حالا اینم بعداً توضیح میدم مربوط به این بخش هست. حالا بهتون توضیح خواهم داد. پرداخت انجام نشده، دسترسی رول، لیست رزرو هم اینجا داریم. از همینجا میتونیم رزروش رو که انجام تاییدم شده. لینک دوره. خب الان اینجا ما اضافه کردن لینک دوره است. من یه لینک بهش اضافه می‌کنم. هر رول لینک خاص خودش داره. حالا مهم نیست که چی باشه. و همین که اضافه شد. خب بریم ساخت دستیار رو داریم. خب اینجا ساخت دستیار داره. من خواهم توضیح بدم. لطفا از قبل کاربر مد نظر خودت انتخاب کن. میگم اینجا توی لیست کاربران یکی از این کاربرا رو مثلا آریا هستن اضافه میشه بعد از ساخت دستیار. و وقتی شما وارد لیست دستیار رو میشیم میبینید که این کاربر آریا هستن اضافه شد. و اینجا دیتیلش هم داریم که دستیار. حالا مثلا توی لیست دستیار رو بریم الان اینجا میشه نام دورش اومده. حالا فعلا عنوان کار دستیار هنوز اون کاری ما هنوز بهش ندادیم. حالا کارم در ادامه بهش خواهیم داد که توی اینجا لیست دقیقاً توی لیست لیست دستیاران دوره ها هم اضافه میشه. یعنی شما اونجا میسازی اینجا هم اضافه میشه. یعنی برای اینجا اضافه شد. کار ما اینجا همینجا هم میتونیم بسازیم، همینجا میتونیم حتی ویرایشش هم بکنیم و خیلی کارهای دیگه. همینجا حالا لیست دستیاران کار رو اینجا بهش یه کاری هم بهش اینجا ما اضافه میکنیم. یه کاری هم بهش میدیم اون دستیار ما. برگردیم زودتر به دورمون. لینک ساختیم، لیست دستیاران چک کردیم کارشو و ما از همینجا لیست زمانبندی ما که مربوط به
حالا اسکیجول پروژمون هست. ما اینجا مثلا میتونیم یه تسکی رو بدیم به کاربرمون در یه بازه زمان بندی. حالا مثلا در طول مثلا این بازه یه هفته‌ای یه زمان بندی براش تعیین کردیم که مثلا من اینجا میتونم اینم حضور غیابش هم میتونم تعیین کنم که آیا اون کلاس برقرار میشه نمیشه. مثلا این کلاس هم برقرار نمیشه، من میتونم مثلا بعد خب یا این کلاس رو برقرارش کنم. میتونم حضور غیاب از طرف کاربر هم ما میتونیم حضور غیاب رو انجام بدیم. حضور غیابش رو میتونم لغو کنم. من این کارو کردم. میتونم مثلا دسترسی که میخواین این کلاس این کلاس میخواین تشکیل بشه یا نه که من الان بیام اینو لغوش کنم. بله لغو شد. مثل تکنولوژی این دوره داریم که فلات فرانت انده. من همینجا میتونم یه تکنولوژی بهش اضافه کنم. حالا نام تکنولوژی، توضیحات و این داستانا میبینید که اضافه میشه. بله حالا فعلا صورت پایین فکر کنم توی اینجا ما حالا داریم تکنولوژی. بله اینجا اضافه شده. بله درست که بعداً توی ساخت دوره ما میتونیم اینجا میاد اضافه میشه و بعداً توی ساخت دوره حالا شما میتونید از این استفاده بکنید توی یه دورت که ما استفاده نکردیم. حالا مثلا توی ساخت این دوره اینجا ساخت وضعیت هست. شما میتونید اصلا یه وضعیت جدید بسازی. شما اینجا میتونید یه نوع جدیدی از دوره رو بسازید. اینجا برای ساخت تکنولوژی است، یعنی که حالا شما بعداً دوره میسازی از اون تکنولوژی‌های مختلفی استفاده کنید. ما اینجا ساخت سطح دوره هم داریم که بعداً ساخت همه اینا تو دیتیل هم هست. حتی اینجا توی وضعیت ها هم شما میتونید عملیات ساختش رو انجام بدید. اینجا میتونید تکنولوژی حتی ویرایش کنید. کلاس ها هم همینجاست. نوع دوره میشه لیست ترما که ما اینجا ترمای مختلف هم داریم. میتونیم حالا اساسا موقعی و فعالش هم توش دست ببریم. لیست رزومه هایی که من نشون دادم توی پنل تو پروژه اصلیمون هم بهتون نشون دادم که در ادامه توضیح خواهم داد و همین ساختمونا که همون حالا بهتون نشون خواهم داد که اینجا ما میتونیم داخل دیتیلمون هم اگه دقت کرده باشین تو دیتیلمون هم اینجا برای تعیین مکان مورد همون ساختمونه که همینجا میتونیم بسازیم و نمایش بدیم. حالا انقدر زیاد شده فعلا من از دیتیل خارج میشم. یه دوره رو من الان شروع کنم به ساختن. موضوعش هم توضیحاتش هم نیست. توضیحات کم. ظرفیت 23 آنلاین. شماره جلسه هم 234. شماره پرداخت 245 ترم. مثلا انجین قیمتش هم 23,000. ما از یک تایمینگ هم براش مثلا انتخاب کردیم به این صورت 25. تای گوگلش هم دارم میذارم اینجا. خب موضوع گوگلش هم مهم نیست. عکس هم نمیذارم، عکس زیاد گذاشتم و تایید. خب الان من اینجا حالا دقیقا یادم نمیاد چی نوشته بودم. آریا بود فکر کنم. آره اومده. اینجا ما دورمون عکس رو فکر کنم یادم رفت. بعد خب مثل که عکس یادم رفت. حالا اشکال نداره. ما اینجا ساختیم اون آریا هفته بازدیدش هم انجام بدیم. یکی هم مصطفی اونجا اون چیزایی که من اضافه کردم هم اومد و همینجا باز میتونم وضعیتش تغییر بدم. همینجا میتونم گروه براش بسازم و توی پروژه اصلی هم نمایش داده میشه. دوباره عملیات رزرو، پرداخت و تایید و بقیه مراحل نیست. خب حالا ما بهتر زودتر بریم سراغ مسائل دیگه چون خیلی اینقدر زیاد شد. لیست رزرو رو فکر کنم با هم یه دور دیدیم موقع پرداختی ها. لیست دوره های منم اینجا آوردم که حالا خدا اون ادمینی که ما باش هستیم هم میتونه لیست چیزایی که مال دوره خودش هم هست اینجا نشون بده. هم آریا رو میبینید که اینجا هست. لیست گروه ها رو داریم. گروهایی که ما تو دیتیل ساخته بودیم اینجا میتونیم کاراشو انجام بدیم، ویرایشش کنیم، حذفش کنیم. ما اینجا لیست زمان بندی داریم. حالا مثلا زمان بندی مال خودم میارم که خیلی تمیزتر هست. باز آره ما این زمانبندی‌های خودمونه. این کلاس ها میتونیم تشکیل بدیم. میتونیم حضور بیابش رو که من اینا تو دیتیل هم حتی انجام داده بودم. حالا اینجا هم میتونم باز انجامش بدم. می‌بینید اینجا ویرایشش هم میتونم انجام بدم. حتی اینجا ما میتونیم خب حالا زمانبندی ما دیتیل رو نشون دادیم. ما میتونیم اینجا زمانبندی بسازیم. میتونیم حالا
یه دونه زمانی دو تیم مثلا میتونیم یه تاریخ رو ما در نظر بگیریم برای اینکه اون کلاس تشکیل بشه، یه تاریخ رو در نظر بگیریم برای اینکه حضوریات صورت بگیره، یا میتونیم مثلا بگیم اتومات یه چند تا گستر هم بسازیم که من این کارا رو کردم و حالا من اتوماتیکش انجام داده بودم که چند تا رو آورد. لیست کارهای دستیاران رو داریم، میتونیم اینجا یه کاری براش در نظر بگیریم، حالا با هر تیتری اینجا میاد و اضافه میشه. اضافه شده، بله. میتونیم اینجا دیتیلاشو بررسی کنیم و حتی میتونیم ویرایشش هم انجام بدیم. لیست دستیاران دوره که توی دیتیل هم ما این کار رو انجام دادیم میتونیم اینجا بازم بسازیم و از کارهای دیگه. لیست لینک دوره اینجا میتونیم مثلا لینک بسازیم، اینجا میتونیم ویرایش کنیم اون لینک ها رو، مثلا از این رو میکنم بحر خالی مثلا، یا از این 8//. لینک گروهش هم مهم نیست، دارم دستکاری میکنم. بله اینکه تغییرم کرده. اینجا میتونیم دیتیلش رو باز بیشتر بررسی کنیم. لیست سطح دوره که توی دیتیل هم ما اونجا باز دسترسی داشتیم، میتونیم حتی اون سطح دوره که من اینجا هم ساخته بودم میتونم اینجا مثلا تغییراتی توش بدم تا مال خودم این سطح دوره یه دونه یه باز اضافه تر بهش میکنم. این کلمش اینترنت این تغییر شد. و لیست نوع دوره که بازم تو دیتیل داشتیم، اینجا میتونیم اینا رو باز تغییراتی توش ایجاد کنیم. ما ساختمونا رو داریم، اینجا ما میتونیم ویرایشش بکنیم، در کجا باشه، دسترسی‌هاشو میتونیم، فعال سازیشو میتونیم انجام بدیم، غیر فعال سازی حالا بتونم فعال سازی رو انجام بدم. خب چند بار روش کلیک کردم اومد. از اینجا میتونم ساخت کلاس رو انجام بدم، یعنی از اینجا من کلاس بعدی که داره انجام میشه میتونم بسازم. حالا اسمش من دقیق میذارم که تست بکنیم. ظرفیتش هم مثلا 23 نفر. از اینجا میتونم ساخت بخش که مال بخش بعدی هست این بخش بذارم، اونم اسمش رو میذارم آریا 8/8 که توی صفحه بعد ما اون رو تست کنیم بهتون نمایش بدم. خب الان میتونیم بریم صفحه کلاسا. آریا میبینید که 8/8 اومده. اینجا میتونم ویرایشش هم انجام بدم. توی صفحه بخش رو بریم، آریا 8/8 که اومده. از اینجا من ساخت ترم رو میتونم انجام بدم که مال اینجاست، یعنی میتونم یه ترمی بسازم که حالا یه تاریخی میخواد و یه شروع پایانی داره. وضعیت ها رو داریم، اینجا میتونیم ویرایش کنیم وضعیت ها رو. لیست تکنولوژی ها رو داریم که به همون صورت براتون توضیح دادم، میتونم اینا رو ویرایش کنم. و تقریبا هم لیست ترما رو داریم که اینجا میتونیم ادیتش انجام بدیم، فعال و غیر فعال سازیش هم انجام بدیم که از حالت مقدم در بیاد، مقضی هم در بیاد. یه سری رزومه ها رو داریم. خب در مورد رزومه ها من توضیح بدم. ما توی پروژه اصلی هم داشتیم که من گفتم شما یه رزومه رو میسازی و اون فرستاده میشه و اینجا برای ادمین به نمایش در میاد که حتی فکر کنم این کارو کرده بودم، ولی اگه باشه اینجا خب حالا فرضاً که نیست. اینجا ما میتونیم دیتیلاشو ببینیم، ویرایش کنیم اون رزومه رو، حذفش کنیم که من این کارو نمیخوام بکنم، دسترسی مختلفی بهش بدیم، بیکار، الاف چیه یا هر کار دیگه‌ای که تایید که بشه این رزومه. حالا ما میتونیم دیتیلش رو باز تو صفحات بعدتر باز نگاه کنیم. یه تقویم هم بهتون نشون بدم. اینجا تقویم رو داریم و لیست دوره‌های منه که اینجا میتونیم ببینید که حالا تاریخ‌های مختلف آریای روی که من داشتم در این تاریخ فعلا هست، یا مثلا این صفحه بعدتر که داریم اینجا. بله مثل اینکه ما اینو داشتیم. بله. خب اینم اگه چیزی هم از حالم نیفتاده باشه. خب ما دوره رو هم ساختیم، لینکاش هم تست کردیم، نوع دوره رو هم ساختیم، لیست کارگروها، لیست دوره ها، لیست رزروامون هم تایید کردیم، دیتیلامون هم چک کردیم. توی صفحه اینجا یه دوره رو ما براتون ساختیم حتی که توی دیتیلش ما به همه صفحات، به همه جا ما دسترسی داشتیم، به صفحات بعد هم دسترسی داریم. توی خود تیبل این هم ما هزار تا دسترسی داریم. مثلا ما میتونستیم از همینجا وارد خود دیتیل کاربرش هم بشیم، اونجا داخل کاربر هم ما خیلی دسترسی داشتیم و خیلی کار دیگه که امیدوارم تا همین جای کار خوشتون اومده باشه. پنل ادمینمون به شدت پیچیده بود و همینطور پروژه اصلی که شما حالا بخش مختلفش رو دیدیم که ما شاید جذابیت کار بیشتر توی این بخش پیشنهادات ما بود به نظر من. و موفق باشین. قربون شما. خدا نگهدار.